سلام علیکم، بفرمایید. سلام قربان، وقت عالی. جناب کیانی، استاد انصاری شما هستین؟ انصاری هستم. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام و رحمت الله. جناب آقا انصاری، ابتدا السلام. میکنم از من نپرسید اگه براتون مقدوره. بفرمایید، راحت باشید. جناب انصاری، خدمتمند دانشگاهی عرض می‌کنم خدمتتون. همین که یک سوالی در ذهن ما شیعیان ایجاد میشه راجع به بی‌پایه و اساس بودن مذهبی که در حال حاضر داریم، این ناشی از شبکه‌های همین صحبات که واقعا ملت ایران، ما شیعیان خیلی از مسائل پی بردیم. حالا درسته شاید من رسما مذهبمو تغییر ندادم جناب انصاری، ولی همین که شکاف ایجاد شده، همین که شک برای من ایجاد شده، همین که دنیا سوال در ذهن من، در ذهن شاگردا، در ذهن اقوام بستگان ایجاد شده که واقعا سوال بسیار زیادیه که تو هر جلسه‌ای، تو هر محفلی میریم از خودمون سوال میکنیم. این خودش خیلی مهمه که ما واقعا پی بردیم ما یه جمعیت اقلی از یک دنیای اهل اصطلاح مسلمان 1,600,000 میلیونی ما خودمون رو جدا کردیم و ادعامون هم که دیگه گوشت فلک رو کردیم. استاد گرامی ما هیچ وقت یعنی نخواستیم کسی مذهبش رو تغییر بده، اسمش رو تغییر بده. اینا مهم نیست. این اسما اصلا اهمیتی نداره. میخواد کسی شیعه باشه، سنی باشه. ببینید الله سبحانه و تعالی از من و شما نمیخواد که شیعه و سنی باشیم، زیدی و نمیدونم حنفی و شافعی و مالکی حنبلی باشیم. از من و شما میخواد که یا ایها الذین آمنو، ای کسانانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی مثل آدم ایمان بیارید، یعنی به اصطلاح کوچه و بازاری. ایمان واقعی بیارید به الله سبحانه و تعالی. درست میفرمایید. و واقعا ملت ایران روشن شدن. ذکر حضرت این 5-6 سال اخیر جناب انصاری صادقانه عرض کنم خدمتتون، در محفل‌های دانشگاهی، آکادمیک، در محفل‌های حتی همین هیئت‌ها خیلی سوال ایجاد میشه. ولی مثلا توی حسینیه توی یه جایی نشستی، آخوند صحبت میکنه، 10 نفر راجع به سوالش به اصطلاح برای خودشون سوال ایجاد میشه. نه اینطوری نیست، کتاب خوندن، اینترنتی جایی مطالعه کردن. واقعا ذهن 80-90% به اصطلاح جمعیت جوان ایران عوض شده نسبت به مذهبمون. حالا مثلا من اعلام نمی کنم من فلان شیعه سنی شدم، نه، ولی واقعا اصلا خیلی قبول ندارن حرفا رو. خیلی حرفایی که آخوندن خودشون هم فهمیدن. جناب استاد انصاری واقعا خودشون هم فهمیدن. دیگه شما نگاه کنید همین شبکه‌هایی که 5-6 شبکه‌ای که ما در سطح ایران داریم، خود روحانیون، خود آخوندان میان صحبت میکنن، فهمیدن که مردم از یک کانالای دیگه دارن تغذیه میشن. دیگه این حرفا اثر نداره. حالا جمعیت خیلی قلیلی هستن، ولی جمعیت کثیر ایران حالا از سن مثلا 7-10 سالگی که میرن ابتدایی یا تا برسه دانشگاهی و بالاتر، براشون دنیا سوال ایجاد شده. اینا باید جواب بدن، باید به مردم جواب بدن. خیلی ممنون میشم اگر شماره‌تون رو داشته باشم، سپاسگزار میشم از شما. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر استاد گرامی از شما. تشکر از شما. الله مطالعه میکنه. میتونم شماره‌تون رو داشته باشم بعداً؟ شما میتونید بعد از برنامه تماس بگیرید، ان شاءالله من شماره‌مو خدمتتون میدم. من با نام مستعار شهرام با شما صحبت میکنم. خداحافظ شما. زنده